یک ماه می شود که مسئولین تشکیلات جمعیتی اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی در ناحیه باباجان غفورов نقطه خیرات را در ترمینال ها تشکیل نمودند. از این پس آنهایی که میخواهند با عائله های اشتراکچیان جنگ شهروندی شخصان امکانیتش محدود و بی‌سرابان مانده کمک نمایند، طریق ترمینال مبلغ خیریوی خود را گذرانند. با تکلیف پیشنهادهای اشتراکچیان ساخت کنستیتوسیونی، عائله‌های شهیدان ساخت کنستیتوسیونی و معیوبان آنها به عمل آمد که آنها به من مراجعت کردند که رئیس میخیل سوداگر کشایی مگر بسیاری ها همین طلب راسیان کرده و در اساس طلب سرشمار اهالی ولایت سوخت ما مراجعت کردیم به راهبریت ترمینال دوشنبه سیتی، مکتوب کردیم. با مکتوب به جواب دادن که مرحمت قناعت بخش میکنن. بعد از ماه اپریل همین نقطه را ما کشادن. من حاضر ماه اپریل نقطه به بسیاری ها خیر کردن. این مبلغی که آنها برای ترمینال میپردازند این برای عائله شهیدان، دستگیری عائله شهیدان ساخت کنستیتوسیونی، معیوبان ساخت کنستیتوسیونی و بنیاد لوح مجسمه ساخت کنستیتوسیونی برای اشتباه ناحیه باباجان غفورov تیار کرده است. برای گذراندن مبلغ معین در ترمینال های سری راه می باید به خدمت رسانی چپتا وارد شده از آنجا نقطه خیرات را انتخاب نماید. سپس در آینه این ترمینال شهیدان ساخت کنستیتوسیونی پیدا می شود. آن را انتخاب کرده رقم تلفن را وارد نموده مبلغ معین را می گذرانید. شخصان سخاوتمند کارهای خیر و ثواب میکنندگی ها مرحمت به همین نقطه شهیدان ساخت کنستیتوسیونی میکشایند و همون مبلغ میپردازند. مبلغ به صورت حساب تشکیلات جمعیتی میرد. ما از امانت بانک و گرفته اینها به صرف میکنیم. جایهاشون همشون من مراجعت میکنن. در یک سال 5-6 مرتبه با دستگیری صاحبکاران سخاوتمندان عائله های همون شهیدان ساخت کنستیتوسیونی و معیوبان با عیادت کرده میشود. عیادت ما بسیار و خوراک واریکتی و های تامین میکنیم، چون همین خیلی مراجعت میکنن، طلب میکنن که همین خیلی تنقیح کشتاسیان هم به یاردم کنیم و حقوق انسان، حقوق آنها رو ما دستگیری میکنیم. السلام علیکم. میرزا احمدی جورزاد دو فرزندش را در سالهای اول استقلالیت دولتی هنگام بنیاد ساخت کنستیتوسیونی از دست داده است. فرزندانش در این جنگ برادرکش شهید شدند. آنها معروف و مضبوط جورایف ها بودند که هنگام جنگ داخلی قربان نابسامانی ها گردیدند. یکی سال 1996 و دیگری سال 1998 برای به دست آوردن استقلالیت دولتی هلاک گردیدند. این عائله امروز از جانب متخصصان تشکیلات جمعیتی اتفاقی برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی در ناحیه باباجان غفورov عیادت کرده شد. از خجندم تا به ختلان، وحدت من تاجیکستان، از بدخشان تا زرافشان، جنت من تاجیکستان. وحدت من سرنوشت است، پرچم من زرنوشت است، شش جهت ما را بهشت است، بهر ما در آن سرشت است. وحدت آبادت مبارک، دولت آبادت مبارک، جنت آبادت مبارک، جشن آبادت مبارک. این دیاری چشم ساران، شهر و دهش نورباران، بلبلان من خوشلهان در همه دوران ایام. وحدت من تاجیکستان، دولت من تاجیکستان، راغون من نوری ایمان، گنج رحمان، راغون من گنج رحمان و جنت من تاجیکستان. برابر عائله میرزا احمدی جورزاد حالا در ناحیه باباجان غفورov بیش از 400 عائله های اشتراکچیان ساخت کنستیتوسیونی، از این شمار 18 نفر عائله های شهیدان ساخت کنستیتوسیونی و 12 عائله های معیوبان عمر به سر میبرند. هدف اساسی تشکیل نقطه خیرات کمک نمودن به این عائله ها است.
зурши мафнушкур ва наимҷон аюбов барои барномаи тиловатии хабар.